درود دوستان عزیز و مخلصان تلویزیون ورزش. برنامه در شبکه‌های اجتماعی را در تکیه و خبرهای آخرین عالم ورزش پیشکشتان میکنیم. رفتیم. رکوردی نوبتی دسته آیاکس در چمپیونات نیدرلند. آیاکس اولین دسته در تاریخ گردید که در هیئت اساسی پورا بازیگران را به میدان برآورد که در عصر 21 تولد شدند. این نشان داد باری اول است که میان دسته‌های نیدرلندی اتفاق می‌افتد. آیاکس قبلا نیز با فوتبالبازان از حد جوان در لیگ چمپیون‌ها قریب انقلاب می‌کرد، زمانی که دیانگ و دلیکت و حکیم زیش و وندبک و دیگرها قلب مخلصان فوتبال را تسخیر کرده بودند. اما میان آن هیئت جوان همچنین شوخی کرده گیم چند پیرکی دیگر نیز بازی می‌کرد. در بازی دور 28م اردیویزیا دسته آیاکس پورا با بازیگران مقابل گو اهد ایگلز به میدان درآمد که در عصر 21 یعنی تولدشان از سال 2000 این جانب است. بازی با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید، ولی هیئت پر از جوانان آیاکس در این رقابت سرخط تمام رسانه‌های خبری گردید. فابریکه استحصال فوتبال باز با معرفی نوبتی محصولاتش شروع کرد. انتقال مبلغ از روسیه به تاجیکستان روز تا روز آسان‌تر می شود. وقتی کارت دبیتی تینکوف بلک دارد به کمیسیون و بدون صرف یگان پیسه زیادتی می توانید به خانه پول روان کنید. برای این امکانیت چند روز دیگر وقت دارید. تینکوف بلک کارت دبیتی مناسب است برای کار و زندگی در روسیه که امکانی به کمیسیون انتقال دادن پول را از روسیه به تاجیکستان می دهد. از همه مهمش این که شما میتوانید توسط تینکوف بلک در یک ماه تا 5 میلیون روبل انتقال دهید. اگر شما این کارت را با پیوند در توصیف همین نوار بوده تا 14 اپریل درخواست کنید، میتوانید آن را برای همیشه رایگان استفاده برید. یعنی برای خدمت رسانی پول دادن لازم نیست. تینکوف بلک را رایگان درخواست کردن ممکن است. برای این داشتن شهروندی روسیه پاتنت یا ثبت نام لازم نیست. تنها با استفاده از پیوند یا خود سیلکه که در توصیف نوار مذکور است درخواست گذارید. نماینده بانک کارت را به همه جای در روسیه برای شما موافق رایگان میرساند. علاوه بر این، حالا امکان درخواست کارت انا با چنین طرح‌های محدود با تصویر طبیعت موجود است. تا 14 اپریل دیر نکنید. بغیر از خدمت رسانی رایگان و انتقال به کمیسیون، کارت برتری‌های دیگر نیز دارد. پرکنی رایگان صورت حساب توسط انتقال از کارت‌های دیگر یا پول نقد. معاش را هم میتوانید با همین کارت بگیرید. امکان بازخواندی به کمیسیون پول نقد تا 500,000 روبل در بانکمات‌های تینکوف و تا 100,000 روبل در دیگر بانکمات‌ها اگر از 3,000 روبل زیاد بگیرید. به سرسامانی‌های مخلصان در چمپیونات فوتبالی خرواتیا، دسته هایدوک در مسابقه جام خرواتیا در دور نیمه‌نهایی مقابل دسته دینامو زاگرب بازی داشت که گل یگانه در دقیقه 14 زده فوتبالبازان دینامو تا آخر رقابت به تغییر باقی ماند. بازی در خانه دسته هایدوک برگزار شد و نتیجه رقابت با مخلصان تیم پسند نیامد. بعد اشتک آخرین دور مخلصان دسته مذکور از یک کنج میدان گروه داخل آن شدند و در دست گلخن و آلات‌های دیگری ضرررسان روی میدان هوا دادند. در هر طرف میدان آتش می‌پرتافتند و دود گلخن‌ها در چند لحظه تمام میدان را پخش کرد. پلیس‌ها یا خود مقامات حفظ حقوق در حال برای پیشگیری جانب آنها دویدند که در نتیجه برخورد جدی میان مخلصان و پلیس‌ها سر زد. میگویند از میان پلیس‌ها 17 نفرشان فعلا در بیمارخانه و 54 نفر گمانبران دستگیر و پس پنجره کشیده شدند. اینچنین کرسی‌های منبر میدان شکسته و تعمیر طلب گردید. لامین یامال ستاره نو عثمانی فوتبال اسپانیا در مورد اشتراکش در بازی‌های المپی با پیراهن منتخب اسپانیا حرف زد و گفت که با احتمال زیاد اشتراک نمی‌کند. او ابراز نموده است که تماما فکر اشتراک یک بار در دو مسابقه را ندارم. کوشش می‌کنم که به خودم وزنی نآورم و از حد زیاد در میدان بازی ننمایم. پدری یگانه نفری است که این کار را کرده است. اگر از حد زیاد لازم باشد میروم، ولی فکر میکنم که یورو 2024 مهمتر است، گفته است لامین یامال. یامال واقعا در بازی دوستانه مقابل برزیلیا از همه فوتبالبازانی در میدان بوده خوب بازی کرد، مخصوصا مقابل اندریک مادریدی حالا به مادرید نآمده. بعدا همه گفتند که هر دوی آنها آینده رقیبان سرسخت به مثال رونالدو و مسی میشوند. اسب سواری فدراسیون ورزش‌های اسبی روسیه کسنیا کاستیگووا برای مناسبت دغل با اسب
از تمام رقابت‌های ورزشی دوئر به اسب‌بازی با مهلت 2 ماه محروم کرده شد. در نواری که حالا در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زند دیده می‌شود که چه خیلی کاستیگو و سر روی اسب چند شپوتی می‌زند که از روی میارهای فدراسیای ورزش‌های اسبی روسیه این عمل قطعاً منع است و جنایت حسابیده می‌شود. از این رو در اظهارات آخرین سرمربی منتخب روسیه اوید با ورزش‌های اسبی این عمل کاستیگو پورا محکوم کرده شد و او را با مهلت 2 سال از حق اشتراک در مسابقه‌ها محروم کردند. برای چند شپوتی زدن بر سر روی اسب که از ضربه شلاق این خانم باوری دارم که بدن اسب آزار نیافت. حالا اینها بینن که در بزکشی ما چه خیلی اسب را همچین شب میکنن، با فکرم انیق در بین 2 قوش میپرونن. فاجعه بزرگ در فوتبال افریقای جنوبی. فوتبالباز منتخب افریقای جنوبی لیوکا فلرس را به قتل رسانیدند و این هم به خاطر آنه که اتومبیلش را بگیرند. این در حال سرزد که روز 5 اپریل لیوکا فلرس به خاطر خریداری سوزشواری به نقطه فروش سوزشواری رفت و انتظار بود که کارمندان این نقطه به نزد ماشین بیایند و با اتومبیل فوتبالباز بنزین بریزند. اما در همین حال چند نفر نامعلوم توسط یراق با او تیر خالی کردند که در نتیجه فوتبالباز 24 ساله به هلاکت رسید. حالا مقامات حفظ حقوق نسبت این قضیه اظهارات پورا نداد، ولی گفته می‌شود که جنایتکاران تا حال در آزادی اند و دستگیر نشدند. منچستر یونایتد در حیاتش نو یکم بار به قول خوشرو بازی کرد، ولی در 2 دقیقه آخرین بازی باز همه را به قول جزیر کرد. در آخر اثبات کرد که نام این دسته منچستر است و سرمربیش اریک تن هاگ. آنها بازی را از 2-0 کامبک کردند و حتی یک گل دیگر زدند که بازی تا آخرین دقیقه ها 3-2 بر نفع منچستر میرفت و همه مخلصان هشتک آخرین داور را انتظار بودند. ناگهان از کجای با شوخی جمشید حلیم پالمر گفتنی فوتبالباز مثل تنگم پیدا شد و در 1 دقیقه 2 گل زد که در نتیجه چلسی با برتریت 4-3 پیروز شد. بازی تا حد پرشدت میرفت که در فیسبوک همگان با تعریف و توصیفش میگذاشتند و آخر بازی نیز برای مخلصان چلسی و مخلصان بی‌طرف همین قدر شیرینه که ناگفتنی. خیر دیگر امی رو چی گفته میشود؟ هیچ چیز. حاضر دیگر برای این دسته رو مسخره کردن فقط اریک تن هاگ میگوید تمام. دیروز بازی دور 27 چمپیونات عربستان سعودی میان دسته‌های دمک و النصر برگزار شد. و آخری دسته‌ها در ابها برگزار گردیده با حساب 0-1 با فایده النصر خاتمه یافت. یگانه گل بازی را در دقیقه 91 امریک لاپورت به ثمر رسانید. حالا دسته النصر با 65 امتیاز در زینه دوم جدول چمپیونات عربستان سعودی موقع دارد. دمک با 35 امتیاز در زینه هشتم است. حمله‌گر النصر کریستیانو رونالدو در دقیقه 67 بازی وارد میدان شد و یگان عمل موثر به دست نآورد. گاهی پشت زین و گاهی زین به پشتش. انا همین. و همین تمام. تا دیدار نوبتی. خیر.